با تنها با همین حق قلمی کلیله و دیمنه استاد رودکی میتونستن در همین پایتخت امارت در اطراف قصر امیر 3 گکتر زمین خریداری کنند. یا که اگر در خود شهر دورتر از مرکز شهر 12 گکتر زمین خریداری کنند. به همین حق قلم کلیله و دیمینه استاد رودکی در اطراف در دهات اگر میرفتن 400 گکتر زمین خریده میتونستند، یعنی برابری همینقدر ارزش داشت. یا که اگر همین قصیده بوی جوی مولیان رو ما گفتیم که در اون در دولت شاه سمرقندی آورده است که 10,000 دینار سرخ طلا برای این داده شد و همین 10,000 بینید در حسابات بازارهای سامانی آمده است که 1 دینار با 1 دینار از 10 تا 20 کیلوگرم گوشت خریدن ممکن بوده است در دوره های گوناگون سامانی. اگر همین رو به گوشت حساب کنیم با حق قلمی قصیده بوی جوی مولیون استاد رودکی از 100 تن تا 200 تن گوشت خریده میتونست، یعنی از 100,000 کیلوگرم تا 200,000 کیلوگرم. یعنی اگر با نرخ امروز گردانیم که اگر گوشت به حساب میانه 90 سامانی یا 100 سامانی باشد، شما تصور کنید که استاد رودکی برای قصیده بوی جوی مولیون حدودا استاد از 10 میلیون سامانی تا 20 میلیون سامانی حق قلم گرفت. حالا همین شماره سالینوی ادبیات و سنت پیش من است که در اون یک تحقیق بسیار عجیب و زیبا از محقق جوان ما رضا بهرامزاد درباره نظر به حق قلم استاد رودکی است. من میخواستم همین تحقیق رو کمی شرح دهم. خیلی برای خود من جالب بود، زیرا این پژوهشگر جوان ما تمام سرچشمه ها را درباره حجم و مقدار حق قلم استاد رودکی جمع آوری کرده، بعضی خلاصه های بسیار جالب داده است. عموما این پژوهش خیلی جالب است و برای چی من به این پژوهش میخوام توجه کنیم؟ چون که مراد اساسی ما حساب این تنگه ها نیست، بلکه مراد اساسی ما این است که یک پهلوی دیگر از شخصیت استاد رودکی را ذکر کنیم. ولی در همین پژوهش یک جنبه دیگری همین شخصیت، قدرت اقتصادی، جایگاه اجتماعی استاد رودکی بسیار زیبا تصویر شده است. شما در اون تصور کنید که فقط طبق سرچشمه هایی که تا زمان ما رسیدن، استاد رودکی بیش از 10 میلیون دلار آمریکایی حق قلم گرفت. یعنی به زبان امروز بگیم استاد رودکی یک میلیونر دلاری، یک مولتی میلیونر. برای سرچشمه های گوناگون درباره ثروت استاد رودکی، قدرت اقتصادی، جایگاه اجتماعی، نفوذ سیاسی استاد رودکی معلومات های زیادی آوردن. مثلا اگر امی فقط ذکری که محمد اوفی بخارایی درباره استاد رودکی کرده است، میگه که استاد رودکی کاروان عبارت از 200 غلام و 400 شتر داشتن. شما که تصور کنید که این کاروان به طولی 400 شتر، این چند کیلومتر میشه. حالا ما نمیگیم در بالای او کاروان چی بوده است، بار او کاروان چی بوده است، فقط همین مقدار شتران و تعداد غلامانی که در این کاروان خدمت میکردن خودش اگر پیش رو بیاریم، این قدرت رودکی. و در این سرچشمه ها از همه سرچشمه بسیار معتمد، سرچشمه دقیق که همه ما با اون آشناییم، خودی همین قصیده حسبی حالی رودکی است که در آثار نقدی ما اون رو قصیده شکایت از پیری میگیم.
البته نام این قصیده شکایت از پیری نیست. استاد رودکی چنین نگفت است که این قصیده شکایت از پیری نام دارد، ولی در کتاب‌های درسی، در آثار تعلیمی برای نشان دادن ماهیت همین قصیده ما رو قصیده شکایت از پیری میگیم. در این قصیده شکایت از پیری دو بیتی زیبایی دارد که همون حق قلمشه بسیار دقیق خودش گفته است. چه بود؟ بداد میر خراسانش 40,000 درم. یعنی میر خراسان امیر سامانی است. بداد میر خراسانش چند؟ 40,000 درم. بدو فزونی 1.5 میری ماکان بود. یعنی ما میتونیم همین فهمیم که با بالای آن حق قلمی که میری خراسان داد یعنی 40,000 درم و 1.5 فزونی 1.5 40 8 میشه. مثال 8,000 دیگر باز میری ماکان داده است. ز اولیاش پراکنده نیز 8,000. اولیان جمع والی ها هست، یعنی که رئیسای ولایت با 8,000. بنابراین فقط در همین جا اگر ذکر کنیم 56,000 درهم رو خود استاد در این قصیده شکایت از پیری ذکر کرده است. و درباره همین به درهم حق قلم گرفتنی استاد رودکی یک معلومات دیگری دقیق تاریخی است که این هم در ادبیات شناسی مشهور است. همین دولت شاه سمرقندی میارد که استاد رودکی برای نظمی کلیله و دیمینه 80,000 درهم نقره سیله گرفته بود، یعنی حق قلم از سامانیان. تصور کنید 80,000 درهم نقره. اما در قصیده شکایت از پیری گفت که 56,000 درهم گرفتم. اینجا گفت که 80,000 درهم برای کلیله و دیمینه گرفته است، یعنی تقریبا 136,000 درهم فقط به درهم ثبت شده است حق قلم رودکی. ولی باز جاهای سرچشمه‌ای هست که حق قلم استاد رو به دینار نشان داده است. دینار همون سکه طلایی. مثلا در امی تاریخ ها آمده است که برای نوشتن قصیده بوی جوی مولیان آید همه استاد رودکی 10,000 دینار طلا حق قلم گرفته بودن. اول گفتن که اما اطرافیان شاه که اگر قصیده تو به شاه تأثیر کند شاه از هرات و بخارا برگردد 5,000 دینار حق قلم میده. و 5,000 دینار این بسیار حق قلم کلام بود. چون که بینید میری خراسان 40,000 درهم داده و دینار هر یک دینار 15-20 درهم است. بنابراین وقتی که 10,000 دینار میدهد این بیش از 150-200,000 درهم. بنابراین گفتن که 5,000 دینار برای شما میدیم. اما وقتی که این قصیده تأثیر کرد و به تأثیر سخن رودکی میری سامانیان از هرات دوباره به بخارا برگشت و اشراف بخارا دوباره به دیدار زن و فرزند خود رسیدن، راضی شدن از این بازگشت، به استاد رودکی 10,000 دینار دادن، یعنی دوچند پرداخت کردن. و در تاریخ سیستان هم یک نکته بسیار جالب است که در تاریخ سیستان ذکر شده است که استاد رودکی برای خواندن و ارائه کردن قصیده مشهور خود قصیده مادری می را بکرد باید قربان که یک قصیده بسیار وصفیه بزرگ است، از میری سامانی 10,000 دینار حق قلم گرفتم. یعنی دو سرچشمه 10,000 دیناری داریم، یکی درباره قصیده بوی جوی مولیان، یکی درباره قصیده مادری می و 20,000 دینار.
یعنی همین سرچشمه هایی که امروز در دسترس ما هست درباره گرفتن 136,000 درهم و 20,000 دینار حق قلم استاد رودکی معلومات میدهند. و اکنون برای که یک بچه ها جوانان تصور کرده تونن که همین رقم ها چی را افاده میکند، ببینید یکم دینار پول طلایی دوره سامانی است که ما گفتیم که 4.12 گرم طلای خالص است. ولی درهم این سکه های نقرگی دوره سامانی است که تقریبا یک درهم حدود 3 گرم نقره خالص است. پس اگر ما همین تمام 130,000 درهم را با 3 گرم ضرب زنیم، ببینیم که استاد رودکی حدوداً بیش از 400 کیلوگرم نقره حق قلم گرفته بود. یا که اگر ما 20,000 دینار را به 4.12 گرم ضرب زنیم، استاد بیش از 80 کیلوگرم طلای خالص حق قلم گرفته بود است. اگر اینا رو جمع کنیم، مثلا اگر خیلی میفهمیم که همین چقدر ارزش دارد. مثلا اگر برای امروز فقط ما نرخی همون متلی رنگی که در اون حساب کنیم، مثلا امروز به نرخ‌هایی که همین شب و روز در بیرژه نرخ طلا و نقره هست، و اگر به نرخ امروز همین را برگردانیم، به نرخ امروز همین حدودی 5 میلیون دلار امریکایی به نرخ امروز. یعنی 20,000 دیناری سرخی طلایی سامانیان تنها از نظر ارزش فلزات متلی که در اون هست، یعنی 82 کیلوگرم طلا میشد و این میشد امروز بیش از 5.5 میلیون دلار امریکایی. اگر همین 136,000 درهمی نقره را هم به همین روش برگردانیم که هر یک درهمی نقره‌ای حدوداً 3 گرم نقره خالص بدن که ولی هست در آثار خانه، شما میتونید تنگه سامانیان ببینید. در نتیجه همین جمع این حدوداً 420 کیلوگرم نقره به نرخ امروز اگر همین را برگردانیم، این میشه حدوداً 1.2 میلیون دلار امریکایی. و از جمع اینا بینید فقط همین معلومات هایی که ما حاضر در دست داریم نشان میدهد که استاد رودکی قریب 7 میلیون دلار امریکایی حق قلم گرفته. این خودش رقمی واقعا حیرت آور است، برای که تصور کرده تونیم که همون حق قلم در همون زمان چه ارزش داشته است، برای بازار، برای زندگی، همچون ثروت چه ارزش داشته است. چند رقم جالب است. ببینید اگر ما نرخ محصولات اساسی، نرخ گندم، نرخ گوشت، نرخ زمین، معاش کارگر رو در همون آثار اقتصادی باقی مانده از زمان رودکی بینیم، همین مقایسه امو حق قلم استاد رودکی با بازار، با محصولات، با زندگی، باز یک جنبه های عجیبی همین رو نشان میدهد که واقعا حیرت آور است. مثلا اگر نرخ زمین را در بخارای دوره سامانی از روی همون سندهای زمین، از روی وقفنامه هایی که بودن، از روی آثار تاریخی قیاس کنیم، مثلا با تنها با همین حق قلم کلیله و دیمنه استاد رودکی میتونستن در همین پایتخت امارت در اطراف قصر امیر 3 هکتار زمین خریداری کنند. یا که اگر در خود شهر دورتر از مرکز شهر 12 هکتار زمین خریداری کنند.
به همین حق قلم کلیله و دیمینه استاد رودکی در اطراف در دهات اگر میرفتن 400 گکتار زمین خریده میتونستن، یعنی برابری همینقدر ارزش داشت. یا که اگر همین قصیده بوی جوی مولیان رو ما گفتیم که در اون در دولتشاه سمرقندی آورده است که 10,000 دینار سرخ طلا برای این داده شد و همین 10,000 بینید در حسابات بازارهای سامانی آمده است که یک دینار با یک دینار از 10 تا 20 کیلوگرم گوشت خریدن ممکن بوده است در دوره های گوناگون سامانی. اگر همین رو به گوشت حساب کنیم با حق قلمی قصیده بوی جوی مولیون استاد رودکی از 100 تن تا 200 تن گوشت خریده میتونست، یعنی از 100,000 کیلوگرم تا 200,000 کیلوگرم. یعنی اگر با نرخ امروز گردانیم که اگر گوشت به حساب میانه 90 سومانی یا 100 سومانی باشد، شما تصور کنید که استاد رودکی برای قصیده بوی جوی مولیون اگر ما را از طریق گوشت اندازه گیری کرده بعد به نرخ امروز بیاریم، حدودا استاد از 10 میلیون سومانی تا 20 میلیون سومانی حق قلم گرفت. انا این شکوه، انا این حق قلم ها، انا این مقیاس شخصیت استاد. بنابراین ایده اساسی، سبب اساسی توجهی ما به همین موضوعی بود که یعنی ما چهره استاد رودکی رو میشناسیم، آثارش میشناسیم، شعر بلندش میشناسیم و سرنوشتش میشناسیم، علم و فرهنگ و استعدادش میشناسیم، نفوذ معنوی سیاسیش میشناسیم، ولی در عین زمان بینید که این شخصیت چنین اقتدار مالیوی، چنین اقتدار اقتصادی هم داشته. بنابراین استاد رودکی واقعا یکی از شخصیت های برجسته زمان خود بوده و در شناخت او این نکته هم خیلی مهم است.